شادی میخواستی؟ اینم پک شادی. چرا کشتی داره دور کله من میچرخه بره تو آب؟ یعنی مال پک شادیه. پک شادی نوش جونه. خیلی ممنون، متشکرم. در خدمت چهره‌ای که کمتر کسی در ایران از طریق رسانه ندیده. به حال سلام عزیزم، چطوری؟ خیلی خوش اومدی. خیلی خوش اومدی. صاحب کمینم ایست. تو هم که آلزایمر داری، داشتی حرف میزدی یه پشه‌ای که تازه دیرم کرده اومد وسط، تو هم رفتی باهاش. یادت رفت کجا بودی و چی میگفتی اصلا؟ تو رو خدا ببین ما با کیا میشیم 80 میلیون. حرف نداری بزنی، ساکت بشین گوش کن دیگه. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفرمودن کسی که چیزی نداره عرض بکنه کشکی طولش میده. الانم نمیخواد مقدمه بگی، خودم بحثو باز میکنم. بدون هیچ مقدمه‌ای ما دیگه صحبت نمی‌کنیم، قول میدیم البته اگر شما خودتون چیزی که فکر می‌کنید که برای مردممون مفید هست که آرامش بیشتری داشته باشیم استفاده کنیم. هر وقت کسی آرامشش داشت به هم میخورد یک لحظه خودشو بذاره به جای مقام عظمای بدبخت بینوا. از 5 طرف زیر وزنه سنگین 250 کیلویی داره له و لورده میشه. کل داستان سوریه و عراق و بدبختی دمدمای سقوط بشار و مالکی اینا یکی از 5 تاست. حسابشو بکنید که به این داستان اون وقت جنگ و دعوای مجلس و دولت و ترس فتنه 92 و بحث ریال و دلار و اقتصاد و نمیدونم آژانس و اتمی اینا اضافه بشه. خب طرف حق داره رب بشه، عین گوجه فرنگی که ترلی با بار میلگرد از روش رد شده باشه. همین دیشب خبر رسید که تو فضای ملکوتی دوباره با صورت رفتن تو منقل که اصلا چنین چیزی وجود نداشته. نه خیر، خیلی هم درست بوده. ما هرچی مراجعه کنیم چنین چیزی اصلا وجود نداره. شما عوضی مراجعه کردین، لابد رفتین سراغ منقل، باید میرفتین سراغ دماغ عظما تا آثارش رو ببینید. به هر حال ایشون یه قلم باید انبوهی خرج و مخارج تو سوریه بکنن که این استان 35 سقوط نکنه که آمارش سر به فلک میزنه. از آماراتون میخوایم بشنویم تجربیات شما در سالهای گذشته. حساب پول بلش کن، آمار عملیاتو بچسب. بعضی وقتا 350 تا مأموریت تو یه شبه. 350 تا مأموریت؟ بله. من خود مردم قضاوت کنن این کار عاقلانه است. وقت، هزینه، یک هزینه اینجوری، یک انرژی، یک خطینه 350 مرحله اینا رو باید هی بکشونن این ور اون ور به خاطر یه سری کار بیهوده. یه کمی حساب کار دست شما دوتا اومد. حالا بحث اتمی و آژانس هم یه طرف، قضیه حقوق بشر هم از اون طرف، دو خم مقام عظمای وسط گیره. حالا برای که کمی بفهمی چی به چیه، اصلا نمیخواد خودتو بذاری به جای مقام عظما. خودتو یه لحظه بذار مثلا به جای اون بدبخت جلیلی. فکر کن میخوای بری سر بمب اتمی بحث بکنی، تو باشی چی میگی؟ من فقط میخوام از حق مسلم همه آدم‌هایی بگم که الان پای تلویزیون نشستن یا مایی که اینجا به عنوان یه شهروند داریم زندگی میکنیم. ما رو ببین گیره چه نابغه های افتادیم. از قدیم گفتن بختم اگه بخت بود قدم مثل درخت بود. تو یکی 10 سال دیگه هم بری کلاس ها، خود منم بیا معلم خصوصیت بشم استراتژیکی نمیشی که نمیشی. چرا؟ چون سوزن یه عمرم که بره بدنسازی آخرش میشه جوالدود. از محضرتون میخوایم مرخص شیم و من همین رو عرض میکنم. بحثی که ابتدای برنامه به اتفاق هم کنم جناب حاج عبدالله در قالب شوخی و خنده گفتیم. ما اصلا چی میگم کاراکتر طنز نیستیم برای شما، ما برنامه اجتماعی اجرا میکنیم. اون
اون که بله، چیزی که اصلا بهتون نمیخوره طنزه، چشمتون شوره ها ولی خودتون بینمکی. اما خیلی دوست داریم که در قالب همین شوخی ها و این مزاح ها و بخش فان قضیه بفهمونیم به هم دیگه، من بفهمم، شما بفهمید، هممون بفهمیم. تو لازم نکرده نگران فهم من باشی، تو همون فان قضیه باش. یواش یواش جمع کنیم بریم. دوست داشتم برخلاف همه برنامه هایی که ما میگیم یه خاطره بامزه بگید، یه خاطره تلخی بگن که شاید واقعا عبرت یک نفر هم حتی پای تلویزیون بشه برای ما کافیه. البته اگه از فرد خودم بخوام بگم تلخترین خاطره همین مصاحبه تلخیه که با شما دوتا آیکیوستانای نظام دارم. آدم پنچری قطار بگیره، آدم دستشو از پشت ببندن با دماغ فرمون تریلی 18 چرخو بچرخونه ولی با یه جفت مجری مشنگ طرف نباشه. ولی تلخی استراتژیکی میخوام براتون بگم. وضعیت مقام عظما، بعضی وقتا مشکلات یکی یکی نمیاد سمت آدم، سب میکنن، همه با هم یه آژانس میگیرن، با هم میاد. مثلا همین اتفاقاتی که الان تو سوریه میفته و سفر اخیر این ولید معلم و حرفایی که بهش زدیم همش تلخی بود که به صورت استراتژیکی مطرح میشد. اومده بود میگفتش که شما اون طرح سوریتون رو با روسیه دنبال بکنی. بهش گفتیم بابا جون طرح سوری کهنه شد. خود شاعر از قدیم گفته بود که سوری هر روز با من یه جوری، الی آخر که وارد بحثش نمیخوام اینجا بشم. کلا بهشون یه آماده باشی دادیم، خیلی دیپلماتیک، خیلی سربسته. بهشون گفتیم که مرحوم عبوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفرمودن که یارو رفت خبر مرگ پدر یکی رو بهش بده، خیلی آروم بدونی که بخواد مستقیم بگه. بهش گفت قربونت یه بیل با فرقون بردار بری برای بابات قبر بکنی. یک دقیقه فرصت داریم میگم خداحافظی کنیم و همیشه به دنبال آرامش بودیم و آرامش رو دوست داریم و تا جایی که بشه حاضریم هر کاری بکنیم که انشالله به این آرامش برسیم. شب‌های بسیار آرامی رو برای شما آرزو می‌کنیم. آره تو هم دیگه آروم بگیر، برنامه هم تموم همینجا. این جمع مهربان و صمیمی، این نظام الهی، کارهایی که انجام میدن وظایف الهی است دیگه، دارن انجام میدن. زیر این ظاهر چی هست؟ ابن زیاده های زمان موجود یعنی این حاضر، یک، دو. من میخوام قدردانی کنم، از این میهمانی استفاده کنم. پارچه آب هست، لیوان هست، ظرف چینی هست، بست هست. من میخوام دکتر احمدی نژاد سر کار باشه. من میخوام آرامش نباشه. امروز با اینکه وحشیگری نظام اسلامی چند برابر شده است، شکست را شما در ناصیه نظام مشاهده میکنید. مردم از ته دل از رئیس جمهور، از رهبری متنفرند، از امام متنفرند. علت این منفوریت چیست؟ یکی دوتا نیست. عظمای ما سید علی بیچاره این ملت بدجور دارن میان بیچاره این ماها دیگه حال نداریم واسه نظام کاری کنیم. ماها دیگه حال نداریم واسه نظام کاری کنیم. هیچ جا نداریم در بریم بیچاره این مناظره ها زد تو دهن اون کسانی که عمرشون رو در راه این نظام صرف کردن. اگر چنانچه از این کار شما خسته شدید، مأمور انتظامی هستید خسته شدید، مأمور امنیتی هستید خسته شدید، مأمور سیاسی هستید خسته شدید، اگر جندالله حزب الله ملتفت نیست که ملتفت نیست، خب اینا مصیبته. رهبری عملی است. دکتر احمدی نژاد هم باید عملی بشه و نیاز روز ماست که البته اینجور مصرف کردن فایده نداره. ما باید تزریق کنیم، تاثیر خیلی زیاد داره. عظمای ما سید علی بیچاره این خب اینا مصیبت ملت بدجور دارن میان بیچاره این اگر دستی دراز شده باشه که یک دستکش مخمل روش باشه اما زیرش یک دست چدنی باشه، اون دست خود بنده است. بنده با چنگال‌های خونین خود راه شمرها و یزیدها و امام رو تعقیب میکنم. مأمورین این دستگاه
از صدر تازه‌ای. اهل تجاوزن، اهل دستاندازی به ثروت دیگرانن. امتیازات دولت مردانم از همین قبیله که با قمه با شما این ملت رو بکوبن. چرا؟ چون حکومت و ولایت با جدیت احساس ضعف میکنن، احساس شکست میکنن. ببینید شقاق شکاف صورت گرفته، قیامهایی صورت گرفته، اینا خطرناکه ها، شوخی نیست. عظمای ما سیدنی بیچاره این بیچاره اینا خوبه؟ ملت بدجور دارن میان بیچاره این بیچاره انشالله اشتباهه. ماها دیگه حال نداریم واسه نظام کاری خسته شدیم. ماها دیگه حال نداریم واسه نظام کاری کنیم هیچ جا نداریم در بریم بیچاره این بیچاره من یک چهره غلط دارم، استخوان بندی ناقصی دارم. امام یک حرف مهملی و چرندی گفت. نظام اسلامی هم در این 30 سال مثل گرگ‌های گرسنه خبیث و رز پیش رفت. حالا هم در این روزهای آخر عرض میکنم بالاخره سال آخر سال حرکت به سوی امام هست. این تمام کردن کاره که میفرماید واستعینوا 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 واستعینوا.